در این میان آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است، برخورد بسیار قوی و مقتدرانه حضرت امام با فاجعه 7 تیر است که موجب قوت قلب مردم و مسئولین شد و نه تنها نگذاشت این فاجعه موجب کندی حرکت انقلاب شود، بلکه حرکت انقلاب را پرشتاب‌تر کرد. منم در نوبت خودم به جامعه روحانیت و ملت ایران و به مسلمین جهان و مستضعفین تمام عالم هم تهنیت و هم تسلیت عرض میکنم. تسلیت برای اینکه ما در جبهه‌ها از 15 خرداد تا کنون بسیار از جوانان و متدینین، زنها، مردها از دست دادیم و این یک واقعه بزرگی و صلح بزرگی بر اسلام و مسلمین بود و خصوصا این جنایت اخیری که واقع شد و دست امریکا از آستین این خائنها بیرون آمد و یک همچه جنایتی به مسلمین وارد کردند و کسانی که جز به مصلحت مسلمین اندیشه نمی کردند از وکلای مجلس و از دولت، وزرایی که بسیار ارزشمند بودند، وکلایی که ارزشمند بودند و از قوه قضاییه هم مثل آقای بهشتی که از اول شکل گرفتن جمهوری اسلامی مورد هدف